وجود موجودات مثبت در خانه می‌تواند به تأثیرات خوب آنها بر روی فضای خانه و انرژی‌های حاکم اشاره کند. در زیر به برخی از این علامت‌ها اشاره می‌کنم. 1. احساس آرامش و خوشحالی. وقتی وارد خانه می‌شوید و احساس راحتی و آرامش می‌کنید، نشانه‌ای از وجود انرژی مثبت است. 2. رشد و شکوفایی گیاهان. اگر گیاهان خانگی شما به خوبی رشد می‌کنند و شاداب به نظر می‌رسند، این می‌تواند نشانه‌ای از انرژی‌های مثبت باشد. 3. حضور حیوانات خانگی شاد. اگر حیوانات خانگی شما خوشحال و فعال به نظر می‌رسند، ممکن است به وجود انرژی مثبت در خانه اشاره داشته باشد. 4. کاهش تنش‌ها. اگر در خانه مشاجرها و تنش‌های کمتری وجود دارد و فضای مثبت‌تری حاکم است، این نشان می‌دهد که موجودات مثبت در خانه تاثیرگذار هستند. 5. نظافت و ترتیب. محیطی تمیز و مرتب می‌تواند نشانه‌ای از وجود انرژی‌های مثبت باشد، زیرا این فضا ذهن را آرام می‌کند و انرژی‌های خوب را جذب می‌کند. 6. روابط خوب بین اعضای خانواده. ارتباطات سالم و محبت‌آمیز بین اعضای خانواده یکی دیگر از نشانه‌های وجود موجودات مثبت است. 7. تجربه شادی و خلاقیت. اگر خود را خلاق‌تر و شاداب‌تر احساس می‌کنید، نشان دهنده وجود موجودات مثبت و انرژی سازنده در فضاست. 8. حضور صوت‌های دلنشین. صداهای طبیعی مثل آواز پرندگان یا باد درختان می‌تواند نشانه‌ای از موجودات مثبت باشد. 9. پیدایش خوشبوها. بوی خوش گل‌ها یا عطرهای طبیعی می‌تواند نمایانگر انرژی مثبت و حضور موجودات خوب باشد. 10. اهداف و آرزوهایی برآورده شده. اگر به راحتی اهداف خود را دنبال کرده و به آنها دست پیدا می‌کنید، این ممکن است به دلیل وجود نیروهای مثبت در خانه باشد. برای تقویت این انرژی مثبت، می‌توانید فضا را با گیاهان، نور طبیعی و دکوراسیون دلنشین پر کنید و به نظافت و ترتیب خانه اهمیت دهید.